99% افراد هرگز به اهدافشون نمیرسن چون اونا رو یادداشت نمی‌کنن. اونا با خودشون میگن من باید وزن کم کنم یا مثلا باید 500 میلیون پول به دست بیارم. اما اینطوری چه پیامی به مغز میرسه؟ این پیام که باید بیشتر کار کنه، ولی مغز ما این رو دوست نداره و نمیخواد بیشتر کار کنه. پس نتیجه این میشه که هی امروز و فردا میکنی. حالا راه حل درست چیه و باید چی کار کنیم؟ باید اهدافمون رو بنویسیم. یک کاغذ سفید بردار برای نوشتن هدفهات. تاریخ همون روز رو هم بالاش یادداشت کن. بعدش 10 تا هدف بنویس که دوست داری تا 1 سال آینده یا همون 12 ماه بهش برسی. ببین دقیقاً چی میخوای. همونها رو بنویس. به راه رسیدنش فکر نکن. به زمان رسیدنش هم فکر نکن. بنویس تا برات اتفاق بیفته. فعلها رو به زمان حال بنویسید نه آینده. مثلا من با فلان ماشین رانندگی میکنم. وزن من 65 کیلوه. من انقدر درآمد دارم. من این چیز رو به دست آوردم. 10 تا رو بنویسید. بعد این لیست رو بردارین. به خودتون بگین اگه یه چوب دستی جادویی داشتم که میتونستم تکونش بدم و میشد به یکی از این هدفهای توی لیست توی 24 ساعت آینده برسم، کدوم هدف رو انتخاب میکردم که بیشترین و بهترین تأثیر رو توی زندگیم بذاره؟ بعد که اون هدف رو انتخاب کردین، یه دایره دور اون هدف بکشین. این هدف رو به یک کاغذ سفید دیگه منتقل کنید. 3 تا قدم برای رسیدن بهش دارین. 1. واسش یه مهلت انتخاب کنید. 2. یه لیست از کارهایی که برای رسیدن به اون هدف باید انجام بدین تهیه کنید. 3. شروع به اقدام کنید و هر روز براش تلاش کنید. حتی شده یه قدم کوچیک براش بردارین. باور کن همین قدم‌های کوچیک راز طی کردن مسیرهای سخته. تو روزایی که راه سخته از پیش رفتن دست نکش. مهم نیست چقدر آهسته پیش میری، چون همین که رو به جلو حرکت میکنی کافیه. اگه این تمرین ساده رو انجام بدی تو زندگی خیلی قوی میشی و هیچ کس نمیتونه جلوی پیشرفتتو بگیره. اگه میدونستین چه قدرتی در نوشتنه، هر روز مینوشتین. گفتن کافی نیست، بنویسید. قدرت نوشتن 70 برابر گفتنه. جوهر خودکارتو فرق بین داشتن و نداشتنت رو مشخص میکنه. پس دست کمش نگیر. طوری بنویس که انگار برات اتفاق افتاده. موقع نوشتن نگرش منفی خودت رو دور کن. رویاها و اهدافت رو به یاد بیار. هر رویایی که خدا درون شما و در ذهن شما قرار داده، مطمئناً توانایی اینو داری که بهش برسی. مهم نیست چقدر غیر ممکنه. به جای اینکه بگی من هیچ وقت مدیر نمیشم، من هیچ وقت ارتقا نمیگیرم، من هیچ وقت نمیتونم اون خونه رو بخرم، یه حرف دیگه بزن. با این حرفها انگار خاک میریزین روی اهداف و رویاهاتون و عمیق دفنشون میکنین. پس اهدافتو از خاک بیرون بکش و با نوشتن اونها روی کاغذ به زندگی برشون گردون. برامون کامنت کن و بنویس من لایق بهترین ها هستم و بهترین ها به سوی من در حال حرکته.